أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين وصحبه المنتجبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد قال الله تعالى في كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتی مطلع الفجر. امیدوارم از برکات و فیوزات ماه مبارک رمضان، لیالی مبارکه قدر و معارف عالی قرآنی بیشتر بهره‌مند گردیم. صلواتی زنده عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شب گذشته استحضار پیدا کردید که موضوع بحث ما باز تفسیر سوره مبارکه قدر است، زیرا این سوره مبارکه را یک بار تفسیر کرده بودم و کتابش هم چاپ شد، شاید 5 بار تجدید چاپ گردید و باز هم در این چند شبی که خدمت شما قرائتیان باستان هستم بازبینی صورت دهم و باز تفسیر کنم تا ببینیم به کجا میرسیم. دیشب مشخصات سوره را بحث کردم، یعنی آدرس کامل داده شد به شما و در رابطه با اینکه این سوره مکی است یا مدنی گفته شد که سوره مکی است، یعنی در مکه نازل شده است. وقتی سوره مکی باشد شرایط و اوضاع و احوال مکه در او قطعا اثرگذار است. آدم آیات مکی را با شرایط مکی مطالعه می کند و آیات مدنی را با شرایط مدنی مدینه. و در رابطه با فضیلت سوره هم 6 روایت خدمت شما نقل کردم. روایات را از او خدمت شما قرائت کردم تا اتقان بیشتری پیدا شود و ما بتوانیم سنت حسنی در جای بگذاریم که مبلغین و وعاظ و خطبای ما چقدر خوب است که آیات را از رو قرائت کند، احادیث را از رو بخواند تا اینکه از حفظ. امشب میخواهم در رابطه با بعضی مطالب دیگر این سوره مبارکه عرایضی داشته باشم، بعد چند کلمه احکام و در ختم هم توسط جناب آقای گوهری زیده زولاری متوسل میشیم به اهل بیت اطهار علیهم صلوات الله. این سوره مبارکه سوره کوتاه است، از جمله سور مختصر و موجز، چون ما 2 گونه سوره ها داریم، سوره های مفصل و مطول داریم، مانند سوره مبارکه بقره که از یک جزء هم تجاوز می کند
که نامش در تفاسیر مطولات گفته میشه و سوره های دیگر سوره های کوتاه هست که نوعاً در جزء سوم گردآوری شده است، سوره های مختصر و موجز که به نام مختصرات نام یاد می شود در قرآن جاسازی شده است. سوره مبارکه قدر در جمله سوره های کوتاه قرآن است که اگر بسم الله را به حساب نیاریم 5 آیه بیشتر نیست، ولی همراه با این که کوتاه است حاوی مطالب بسیار ارزشمند است که خدمت شما بیان می‌کنم. خب آیه اول سوره مبارکه اینه که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم. اینجا نام از قرآن به میان نیامده است، یعنی قرآن در آیه مذکور نیست، ملفوظ نیست. اینجا فقط ضمیر آمده است، انا انزلناه. خب ما اگر ضمیر را به مرجعی مثل قرآن برمیگردانیم باید دلیلی داشته باشیم. اگر میگیم ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم در حالی که در آیه قرآن ذکر نشده، چطور میگیم قرآن را نازل کردیم؟ مرجع ضمیر در سوره مبارکه بقره اگر اشتباه نکنم آیه 185 آمده است. اونجا خدای متعال می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که در آن ماه قرآن نازل شد. خود در اینجا قرآن ذکر شده است و لذا این قرآن مرجع ضمیر است که در سوره مبارکه قدر ذکر شده است. قرآن شناسی لازم است. تفسیر یک بحر عمیقی است که هم طول و عرض ناپیدا دارد و هم عمق ناپیدا. ضمیر در یک سوره، مرجع در سوره دیگر. ضمیر در یک آیه، مرجع در آیه دیگر. ولذا قرآن را دائما در کنار هم مطالعه کنیم. آیات رو در کنار هم، سوره ها رو در کنار هم. وقتی اینها در کنار هم قرار میگیرد محتوای اصلی خود را بیرون میدهد، مفهوم اصلی خود را به ما نشان میدهد. نمیشه ما یک آیه را جدا بحث کنیم بریده از بقیه آیات و نتیجه گیری کنیم. چنین چیزی نیست که بعضی ها که عادتشون کج بحثی است این کار رو میکنن. یک آیه از قرآن میخوانن، ترجمه میکنن، بعد میگه خب قرآن اینطور میگه، بدون اینکه به دیگر آیات مراجعه کنن، در حالی که آیات رو تفسیر میکند. اگر آیه مطلق ذکر شد مقیده‌اش رو هم باید بخوانیم. اگر مجملی ذکر شد مفسرش رو هم باید بخوانیم. آیه وقتی در کنار آیه قرار گرفت مفهومش روشن میشه. اگر آیه عام ذکر شد آیه خاص رو هم باید بخوانیم که تفسیر عام است. آیات مقیده تفسیر آیات مطلق است. اگر متشابهات رو خواندیم محکمات رو هم بخوانیم که تفسیر متشابهات است. ولذا فهم قرآن عظیم الشأن در کنار هم قرار دادن آیات مبارکات است. ما در این آیه خدمت شما عرض کردم. آیه میگه انا انزلناه، نام از قرآن نیست. اگر ما میگه ما قرآن را نازل کردیم نمیشه از شکم خود بگوییم، باید دلیل داشته باشیم که مرجعی ضمیر قرآن است. و هر ضمیری از خود مرجع دارد. ضمیر بی مرجع معنی ندارد.
خب ضمیر در اینجا مذکر آمده است، مرجعشان باید مذکر باشه که قرآن است. ضمیر در اینجا مفرد آمده است، مرجعشان باید مفرد باشه که قرآن است. جا ضمیر مطابقت همیشه شرط است. ضمیر مفرد مرجعش باید مفرد باشد، ضمیر مذکر مرجعش باید مذکر باشد، ضمیر مؤنث مرجعش باید مؤنث باشد، ضمیر تثنیه مرجعش باید تثنیه باشد، ضمیر جمع مرجعش باید جمع باشد. این قانون است که ما در ادبیات عرب و در غیر ادبیات عرب میخوانیم. خب انا انزلناه ضمیر ذکر شده است بدون اینکه مرجعش در اینجا تذکر رفته باشد. باید مرجع رو دنبالش بگردیم، پیدا کنیم، قرآن را ضرور کنیم که مرجع این ضمیر کجا ذکر شده است. و این فحص میخواهد، جستجو میخواهد، کاوش میخواهد. خب حالا ما عرض کردیم که مرجع این ضمیر در سوره مبارکه بقره ذکر شده است که در شما قرائت کردم. خارجی ها میگه پروناون، ما میگیم ضمیر، فرق ندارد چه بگیم پروناون چه بگیم ضمیر، مرجعش اونجا آمده است. خب پس مشخص شد که قرآن در شب قدر نازل شده است. از این آیه استفاده میشه. از اون آیه که خدمت شما در سوره مبارکه بقره قرائت کردم فهمیده میشه که قرآن در شب در ماه رمضان نازل شده است. چون گفتن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. از این آیه سوره مبارکه قدر ماه استفاده نمیشه که در کدام ماه، فقط استفاده میشه که در شب قدر نازل شد. ولی وقتی اون آیه رو کناری قرار میدهیم هم ماه استفاده میشه و هم مرجع مشخص میشه. مرجع ضمیر قرآن است و ماه مبارک رمضان است. پس به قرینه و کمک اون آیه میتوانیم به جد تفسیر کنیم که ما قرآن را در ماه رمضان و شب قدر نازل کردیم. خب بسیار خوب. در سوره مبارکه دخان آیه 30 آمده است که انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در لیله مبارکه نازل کردیم. از اینجا معلومه که شب قدر شب مبارکی است. اگر ما یک کلمه رو به کار میبریم بدون مستند نباید به کار ببریم. این خب ماه مبارک رمضان، شب مبارک قدر یا لیالی مبارکه قدر. و این مبارک رو از کجا بگیم؟ از پیش خود بگوییم که نمیشه. این تصرفی بدون جهت و بدون وجه هست. با کمک آیه سوم سوره مبارکه دخان میگیم که شب قدر شب مبارکی است. حالا برکات شیعه یکی شنیدی که قرآن درش نازل شد، دیگری شنیدی که ملائکه ها نازل شدن، نازل میشوند، روح فرود آمده است و این شب ماهیتش سلامت است. حالا دنبال مصداق برکاتش نمیگردیم، فقط از این سه آیه که در کنار هم قرار میدهیم چند چیز رو ما استنباط میکنیم. قرآن نازل شده است، یک در ماه رمضان نازل شده است، دو در شب قدر نازل شده است، سه و این شب قدر شب مبارکی است و باید این شب مبارک را دریابیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. خب حالا تمام آیات قرآنی همین گونه است. نمیشه یک آیه را ما تجرید کنیم از بقیه آیات و جدا معنا کنیم. بعضی ها متاسفانه میکنن این کار را. فقط میگه که لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. استنباط میبریم که خب دیگه مجبور نیستیم، نماز خواندیم نخواندیم این کار در دین نیست دیگه. روزه گرفتیم نگرفتیم، حج رفتیم نرفتیم، واجبات مالی
اکراهی دادیم ندادیم، در دین اکراهی نیست. مگر میشه فقط از همین یک لا اکراه فی الدین همه واجبات رو برداشت که اکراهی نیست؟ در کدام مرحله اکراهی نیست؟ یا در پذیرش دین یا نه وقتی پذیرفته بعد از او اکراه هست، اجبار هست. گرچه لفظ اکراه و اجبار درست نیست اما الزام وجود داره. از باب توضیح عرض کردم که آیات در کنار هم باید باشن. خب شما اکثرا محصلین کهنتون هرات هستید، آنطور که دوستان فرمودن از کهنتون‌های دولتی و غیر دولتی، خصوصی و غیر خصوصی تشریف آوردن که تفسیر بشنوید. آیات در کنار هم باید تفسیر شود. بله، شما در دانشگاه قانون دارید که آقا جان در فلان دانشگاه و کهنتون شرکت کردن آزاد است، اکراهی وجود نداره. میخوای شرکت کنی، میخوای نکنی، میخوای در کهنتون جذب بشی، میخوای نشوی، میخوای شاگردش بشی، میخوای نشوی، اینجا اکراهی نیست. بله، اما زمانی که در کهنتون جذب شدی آیا قوانین اینجا مراعات بکنی یا نکنی؟ در پذیرش و در رفتن در اون دانشگاه اختیار داری، این درست. وقتی داخل دانشگاه رفتی اونجا قوانین داره، میگه سر کلاس باید باشی، امتحان باید بدهی، پایان نامه را باید پاس بکنی، حضور و غیاب باید داشته باشی. پس این باید ها چیه؟ این الزامات چیه؟ در پذیرش آزادی، وقتی پذیرش شدی و پذیرش کردی به اختیار خود اینجا آمدی، اومده خب داخل دانشگاه که وارد شدی اینجا دیگه مجبوری حضور و غیاب داشته باشی، مراعات کنی. نمیشه قوانین مقررات داخلی رو مراعات نکنی. اسلام همینطور، اسلام یک دانشگاه است. در پذیرش اسلام آزاد. بله خب مسلمان میشه، خوب نمیشه، مشکل نیست، برید مسیحی شوید، برید خب مسلمی باشید. در پذیرش اسلام اکراهی نیست، اجباری نیست، لا اکراه فی الدین. اما زمانی که اسلام رو اختیار کردی طوعاً با طیب نفس، با اختیار کامل، نه با اکراه و اجبار. بعد اسلام یک مکتب است، یک دانشگاه است، یک آیین است، بایدهای خود را دارد، نبایدهای خود را دارد، واجباتش هست، محرماتش هست، مکروهاتش هست، مستحباتش هست. این دیگه نمیشه که خیلی خوب با نماز خواندن نخواندن لا اکراه فی الدین، روزه گرفتن نگرفتن لا اکراه فی الدین. این چی استدلالی است که بعضی‌ها فقط یک آیه پیدا می‌کنند، این معنی رو می‌گیرند که میخواد از زیر بادها فرار بکنه، محرمات رو بر خود آسان بکنه. نه دیگه خوب لا اکراه، یا میگه خب لکم دینکم ولی دین، از شما دین شما، از ما دین ما. و پس ما آزاد هستیم دیگه، شما را دین شما، ما را دین ما. این خدا گفته است. خواستم عرض بکنم که نه این آیات در کنار بقیه آیات قرار بگیره، سر و ته شود، عام و خاص شود، مطلق مقید شود، مجمل مبین شود، محکم متشابه شود. از ضرب و جمع و تفریق آیات نتیجه به دست میاد. ببینید که آیات دو بله باید ها باشه یا نباشن، نباید ها باید باشه یا نباشن. توجه فرمودید؟ علاوه اگر یک کسی فقط یک آیه بخواند، هم یک آیه را پدکی قرار بدهد، بر فرض این و آن بکوبد، این درست نیست. یا بخواهد از زیر قرار چون فرار بکند. آیا دانشجو حق داره بگوید که خب به کمک لا اکراه فی الدین که من این امتحان دانشگاه را نمیدهم، پایان نامه را پاس نمیکنم، هفته 2 روز غیبت میکنم، یعنی من آزاد هستم؟ یعنی آزاد هست. نه وقتی داخل دانشگاه دیگه آزادی معنی ندارد و اون آزادی در واقع به ضرر دانشجو محصل است، نه به نفعش. خب حالا به عنوان شاهد عرض کردم که یک توضیحی خدمت شما داده باشم. خب از این آیه میگذریم بریم سر آیه دوم، بعد انشاءالله باز در کل نکات و ظرافت‌ها و لطایف این سوره را در طول این هفته شب خدمت شما بیان خواهم کرد. آیه دوم میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. اینجا کتاب ذکر شده است، مفرد آمده است، مخاطب رسول خداست.
بفرماید و ما ادراک ای رسول من تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ یعنی شب قدر که محل نزول قرآن است حقیقتش حتی بر پیغمبر مکشوف نیست. قرآن میگه ای پیغمبر تو پیغمبر ما هستی اما نمیدانی و نمیتوانی که شب قدر حقیقتش چیه. و ما ادراک ما لیلة القدر چیه؟ نمیدانی. بعد خداوند یک مقداری روشنی میاندازد. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. خب اینجا یکی از اهمیت شب قدر روشن شد به نص قرآن عظیم الشأن که شب قدر از 1000 ماه بهتر است. شب قدر فرض فرمایید 12 ساعت. حالا این 12 ساعت از 1000 ماه بیشتر است که از 83 سال بیشتر میشه. ضرب کنیم به ساعت چقدر میشه؟ از این شب قدر خیلی مهم شد که از 1000 ماه بهتر است، نه اینکه برابر 1000 ماه است، از 1000 ماه بهتر است. خب حالا اینجا یک مقداری باز دوباره خوانی کنیم و یک بحث ادبی. در ادبیات ما و شما اسم ظاهر داریم و ضمیر. ضمیر در برابر اسم ظاهر است. فایده ضمیر چیه؟ فایده ضمیر اینه که از تکرار ظاهر جلوگیری میکنه و این مطابق قانون فصاحت و بلاغت است. اسم ظاهر چیه؟ مثلا حسن، حسین، احمد، محمود، اینا اسم است دیگه، اسم ظاهر میگیم. یا مسجد، مدرسه، شهر، روستا، کوچه، محل، سرک، اینا اسم دیگه، اسامی هستن. ضمیر چیه؟ او. در عربی هو، هیه، هو، هما، نه. اینا ضمایر هستن دیگه. ضمایر غایب داریم، غایبه داریم، مخاطب داریم، مخاطبه داریم، متکلم محدث، متکلم غیره. در فارسی هم او ضمیر است یا آن ضمیر است. ضمیر فایدهش اینه که از تکرار ظاهر جلوگیری کنه. تکرار ظاهر درست. مثلا بگوییم که حسن به مهدی بزرگ آمد، حسن نماز خواند، حسن افطار کرد، حسن سخنرانی گوش داد، حسن مرخص شد، حسن به خانه برگشت. میگه چی داریم؟ بالاخره خطیب است که هی حسن گفته میره. خب بگو حسن به مسجد آمد، او نماز خواند و افطار کرد، ایشان مرخص شد. کجا برگردیم؟ اینا ضمایر هستن. ضمیر از تکرار ظاهر جلوگیری میکنه و کلام رو لطیف میکند، زیبا میکند، کلمه رو فصیحه میکند، جملات رو بلیغه میسازد. کجا فرمودیم؟ بعد این رو هم دقت داشته باشید که قرآن عظیم الشأن کتابی است در رأس کتاب‌های فصیح، کلامی است در رأس کلام‌های بلیغ. یعنی در فصاحت در قله است، در بلاغت در اوج است. خب ببینیم در این دو آیه آیا فصاحت قرآن و بلاغتش مراعات شده یا نه؟ قرآن میگه انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر اسم ظاهر است. و ما ادراک ما لیلة القدر. اینجا شاید اسم ظاهر تکرار شده است. لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر بازم تکرار شده است. خب این که مخیل به فصاحت است، مخیل به بلاغت است، کلام فصاحت است. اگر مطابق فصاحت سخنرانی میشد باید خدا میگفت که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما هی. تو چه دانی که شب قدر چیست؟ هی رو باید میگم که ضمیر است به جای اسم اضافی. باید گفت هی خیر من الف شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. قاعده نحوی که اینه دیگه.
در دانشگاه ادبیات به ما اینطور دست میدهند دیگه اسم ظاهر تکرار نشه به خاطر که مخل به فصاحت و بلاغت میشه. تکرار لغو است. ضمیر باید در اینجا کاربرد داشته باشه، اما در قرآن این کار نشده است. این تکرار میکنیم اسم ظاهر رو. و ما ادراک ما لیلة القدر دو بار، لیلة القدر خیلی نفشتر و 3 بار. در 3 آیه 3 بار لیلة القدر تکرار شده است. خب جوابش چه خواهد بود؟ بگیم قرآن فصیح نیست؟ نه. بلاغت ندارد؟ نه. فصاحت جای شکی نیست. بلاغت قرآن جای شکی نیست. پس تکرار ظاهر و دوری از ضمیر برای چیست؟ جوابش اینه که در جایی که ظاهر منظور گوینده باشد و گوینده و متکلم روی اون ظاهر تکیه داشته باشد، اهتمام داشته باشد، مورد عنایتش باشه اون ظاهر، اونجا ظاهر رو تکرار میکنه چون دوست داره او را، اهمیت رو نشان میده. در اینجا تکرار ظاهر لغو نیست. تکرار ظاهر لغو نیست. جایی لغو است که اونجا حکمتی نباشد، اهمیتی نباشد. ولی اینجا پس معلومه که خدای متعال روی لیله قدر اهتمام دارد، روی لیله قدر تکیه دارد، لیله قدر را دوست دارد، محبوب خداست، مرغوب است، مورد توجه شرطی را تکرار میکنند. نمونه عرض کنم خدمت شما. خدای متعال میگه ما تلک بیمینک یا موسی، این چیزی که در دست داری چیه؟ موسی دیگه هی داره کلام رو طولانی میکنه. هی عصای هست و همین کافی بود دیگه. اما موسی کریم چون دوست داره که با خدا زیاد سخن بگه، حالا که در سخن باز شده است، همینطور گفته میره دیگه که با خدایش معاشقه بکنه، کلام رو طولانی کنه، تکرار کنه. یه عصای اهو شکل ها علاقه نمی با یه عصا گوسفندان رو میرانن. ولی فی آمارب اخرى و در از اون فایده های دیگری هست. تکیه میکنن با گوسفندان رو میرانن. این موسی گفته میره یه عصای اتوکل علیها، با او تکیه میکنن و حشرها علاقه نمی با گوسفندان را حی میزنن. و ولی فی آمارب اخرى فایده های دیگر داره که مثلا از جوی میجنن مثلا به اون طرف جوی با عصا میشه که عصا که نمیشه آدم از جوی بپره اون طرف. عصا قوت پیر و جوان، جوی جستی مار کوش سگدوان و هر کار میشه با اون دیگه. سگ میشه به دست خود بکنی از جوی دیگه بیجهی به لقل میهای مار رو بکشی. مصاحب خدای اینطوری است. بعضی به خود این سخنی مصاحب خلاف فصاحت است. خدای سوال کرد باید جواب میگه، خدا جواب باید موجز باشه، خلاصه باشه. یه عصای کافیه. بلغا میگه که نه، موسی خدا رو دوست داره که با او مکالمت کنه، صحبت کنه، ای فایده های عصا رو ذکر بکنه تا اینکه صحبت با خدا قطع نشه. حتی باید توبه ها میگه، حشرها علاقه نمیگه. اینجا متوجه خدای متعال بفهم میگه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و تو ای پیامبر چرا میگی شب قدر چیست؟ شب قدر هزار ماه بهتر است. بعد در وقتش میگه که در این شب ملائکه ها نازل میشن، روح نازل میشن از هر امری. این شب سلام است تا هنگام بامداد سلام است. هدایت تا با وصف شب قدر گفته میده. پس معلوم که شب قدر رو خدای متعال دوست داره. البته مولانا سرودین عصا نداشت، از جای خاص میجهد، پرید اون طرف افتاد داخل جوی. گفت بر پدر پیر نالد
دید کسی نیست، گفت نه در جوانی هم چیزی نبوده. در جوانی هم چیزی نبوده. و به هر حال ولی خب به عصای این مشکلات رو دارد دیگه. متوجه شما عصای حضرت خالد مطالعه می‌کنید که عصایشون مشابه است که عصای موسی از خواب اونجا درد شده و خب اون اسمای اعظم و در این عصا سری وجود داره که خب دیگه اون سر پیش ما معلوم نیست. و به هر حال خواستم با این توضیح نشان بدهم که قرآن عظیم الشأن آیاتش در کنار هم باید تفسیر شود، سوره ها در کنار هم قرار بگیرد، روی کلمات و جملاتشون تکیه صورت بگیرد و تکرارها دقت کنید که تکرارها به خاطر چیست. یکی شدید تکرار لغو است، خب به حرف درستی است، در کجا لغو است؟ همه جا لغو است. قرآن پر از تکرار است. در سال جاری سوره مبارکه الرحمن را در استرالیا تفسیر کردن. در این سوره مبارکه الرحمن 31 بار یک آیه تکرار شده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فبأی آلاء ربکما تکذبان 31 بار تکرار شده است و این لغو است. آفتاب هر روز طلوع می‌کند، لغو است، و هر روز هم غروب می‌کند، لغو است. هر سال بهار بیاید لغو است، تابستان هر سال بیاید لغو است، هر سال عاشورا است، محرم است و رمضان است و رجب است و شعبان است و اینا لغو است. نه، مطلق تکرار لغو نیست. ما تکرار حسن زیاد داریم بدون اینکه حکمتی در کار نباشه. این جواب دوم است. فرض فرمایید در شب قدر اهمیتی نهفته نیست، حکمتی نهفته نیست، خداوند دوستش نداره، اما تکرار میکنند. مطلق تکرار حسن زیاد داره. اینطور نیست که مطلق تکرار لغو باشه، نه، تکرار حسن زیاد داریم. ممکن این است تکرار حسن باشه که شب قدر به خاطر که ظرف نزول قرآن عظیم الشأن است. خب این چند نکته در خاطر شما باشد که در سوره قدر تکیه شده به ظاهر، پرهیز شده از ضمیر برای چیز، تکرار شده برای چیز و ضمیر ذکر شده است. مرجعش در اینجا اصلا ذکر نشده است. مرجعش در کجاست مشخص است. بعد همینطور نکته ها را خدمت شما گفته میریم انشاءالله. و این نکته را خدمت شما عرض بکنم که در اینجا لیله و کار رفته است، یعنی شب قدر در هیچ روز قدر و کار نرفته است که گفته باشه ما قرآن در روز قدر نازل کردیم. اونجا هم لیله مبارکه میگه، اینجا هم لیله قدر میگه. خب در شب چه خصوصیتی است که در روز نیست؟ این حائز اهمیت است. با دقت کنیم چرا خداوند شب رو مطرح میکنه در حالی که بستر فعالیت روز است. آفتاب روزانه بر ما میتابد، نه شبانه. معیشت و روزی در روز به دست می آید. کار کاسبی در روز است، نه در شب. اغلبا اینطور است. گرچه حالات خوب بنیاداری کرده است، مثلا کشورهای خیلی گرم مثل کشورهای خلیج یا کشورهای استوایی، اونایی که در خط استوا قرار دارن، چون روزهایشون خیلی گرم هستن، بازارشون شبها باز میشه. تا ساعت 2 شب بازارها باز، روزی که همه در خانه استراحت هستند و او بحث غالبی نیست. و الا غالبا روز برای کار و فعالیت است، روز برای تحصیل و درس دانشگاه رفتن است، شب دیگه برای استراحت است. اما قرآن در شب نازل شده است. در شب خصوصیاتی است که در روز نیست. اول اینکه شب مایه آرامش است. در شب سر و صدا نیست، شلوغ بازاری نیست، رفت آمد نیست.
مشغله ها و مسئولیت ها نیست. در شب یک آرامش حاکم میشه بر کل موجودات زنده. همه میرن میخوابن دیگه. یعنی این قرآن در یک فضای آرام نازل شده، در یک ظرف آرام و مطمئن نازل شده است، نه در ظرف ناآرام مشوش. آرامشی که در شب است در روز نیست. لذا قرآن شب را ثبات میگه و لیل ثبات، شب ما برای آمارش، برای آرامش آفریدیم. در شب است که عرفها پرواز میکنند و صعود میکنند. حرکت های عرفانی در شب صورت میگیرد، مخصوصا هنگام سحر که پایان شب است، نزدیک صبح. اونجا دیگه عرفا به اوجشان میرسند. کسانی که اهل تسبیحند، اهل ذکرند، اهل دعا هستند، اهل نیایش هستند، شبانه با خدا رازه دل میکنند. گویا شبها خدا را به خود نزدیکتر احساس میکنند تا روزها. گویا روزها خدا بین گرفتاره ها و مشغله ها و شلوغ بازاره ها گم میشه، اما شب خدا خود را نشان میده و ما نزدیکتر میشه و آشکارتر میشه. لذا عرفا شب را از روز کرده بیشتر دوست دارند. محصلین و دانشجو همینطور هستند. معادلات الجبری بیشتر شبانه حل میشه، قواعد و اصول بیشتر شبانه طرح میشه، اکتشافات شبانه صورت میگیره، اختراعات شبانه صورت میگیره. در محیط آرام، یک محیطی که اصلا آرام باشه، باید فضای دانشجویی باید آرام باشه، فضای کارآفرین‌ها باید آرام باشه، مخصوصا کارآفرین‌های تخصصی، مراکزی که اونجا تخصص حاکم است. مثلا در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و آمریکا، در دانشگاه‌های تخصصیشون اونجا حق ندارن هواپیما از فضایشون پرواز بکنند. اونجا پرواز ممنوع است. مبادا صدای هواپیما محصل را ذهنش رو مغشوش بکنند. هواپیما حق داره از فضای یک دانشگاه تخصصی پرواز بکند و عبور بکند، چه برسه به هتل و اینا. ژاپنش همینطوری. به فاصله 1 کیلومتر به دانشگاه مانده باید با اسکی سوار شده برید در دانشگاه ها، متر نره برید دانشگاه ها، که متر خوب سر صدا میکنه و غرور میکنه، دانشجو را حواسش پرت میشه. بعضی جا آرامش لازم است. آرامش در شب است، در روز نیست. و در شب است که نیم قدرت خدا بلکه بیشترش آشکار میشه و به نمایش گذاشته میشه، نه در روز. ما در شب ستاره ها رو میبینیم، ما در شب کهکشان رو میبینیم، ما در شب شهاب ثاقب رو میبینیم، در روز نمیبینیم. در روز ما زمین رو میبینیم. زمین در منظومه شمسی ما کره سوم است، حجم کوچکی دارد، البته از عطارد بزرگتر است ولی از بقیه کوچکتر است. سیاره سوم است. خروس زمینش رو میبینیم، کوه، دریا، سنگ و صخره و، اما در شب کائنات را که در اون کائنات هزاران بلکه میلیون‌ها نظام شمسی وجود دارد که یکی از اون نظام‌ها نظام شمسی ماست که در کهکشان راه شیری قرار دارد. یک کهکشان نیست، کهکشان‌های متعدد داریم ما و شما، شاید به میلیون‌ها کهکشان برسد. اینها ما در روز نمیبینیم، فقط در شب برای ما آشکار میشه. یعنی کهکشان‌ها، سیارات و عظمت الهی در آسمان‌ها و فضاهای بیکران در شب نمایش داده میشه، نه در روز. یعنی روز ما عظمت آیات الهی را در زمین مشاهده میکنیم، شب در آسمان‌ها مشاهده میکنیم. ولذا شب مزیتی دارد که روز ندارد. عظمت‌ها در شب بیشتر آشکار میشن. و معراج رسول اکرم هم در شب اتفاق افتاد. سبحان الذی اسری بعبده لیلا، منزه از خدای متعال که بنده‌اش رو سیر داد شبانه سیر داد، نه روزانه. معراج در شب اتفاق افتاده است. از مسجد حرام مسلمان بعد
آسمان اول کهکشان ها و تا پای عرش الهی و حسین البنا میران در شب اتفاق میافتد، نه در روز. اینجا میگه ما قرآن رو در شب نازل کردیم، نه شبی تنها، لیله قدر، شب قدر. و قدر میشه معناست انشاءالله موضوعی بحثی شبهای آینده باشد. خوب وقتمان کم کم داره سپری میشه، 5 دقیقه بیشتر نمانده است. حالا شاید اهمیت شب نزد شما روشن و روشن‌تر شده باشد. صبح در شب است، آرامش در شب است. اگر خواب در شب نباشه واقعا دیگر روز ما کار نمیتوانیم. روز کار میکنیم، انرژی خود رو مصرف میکنیم. شب است که ما انرژی رو دوباره به دست میاریم، خود رو شارژ میکنیم. و در شب هم اول شب بیشتر انرژی ها شارژ میشه تا آخر شب. متاسفانه ما اول شب رو بیدار میمانیم، آخر شب رو میخوابیم که خیلی ضرر میکنیم. کسانی که شبکار هستند در ایران و جاهای دیگر روز میخوابن، میگه نه، خواب روز اصلا لذت ندارد، وقتی خستگی نمی کند. اون خوابی که در شب است با اون خوابی که در روز است زمین تا آسمان تفاوت دارد. اون خوابی که در اول شب است با خواب آخر شب خیلی تفاوت میکند. دستور اسلام و آداب اخلاقی این است که شبها رو زود بخوابیم، مثل مرغ باشیم. مرغ همین که آفتاب غروب کرد چشمشو بر هم میگذارد دیگه میخوابه، اما هنگامی که سحر میشه دیگه او بیدار میشه و از آن میگه و بالش رو میتکاند و مرغ از همه زودتر بیدار میشه. ما مرغ باشیم، شبها زود بخوابیم که خستگی ما زودتر برطرف بشود، صبحها زود بیدار شیم. اما متاسفانه ما برعکس، شبها دیر بخوابیم، اون وقت صبحها که باید بیدار شویم خواب میمانیم. من یک سالی ایران مسافرت کرده بودم، 35 روز ایران مانده از زندگی بیدار شد. همین 7-10 سال پیش ما رو میهمان میکرد، ما قبول میکردیم، چاره ای نبود، میرفتیم ساعت 12 سبزی میآورد به این طرف میکرد چه خبره شما میهمان ما هستید؟ میهمان 12 شب دیگه خود ساعت 2 غذا درست میکرد، غذا رو میخوردیم بعد خوب میخورد. صبح ما کار داشتیم بالاخره میخواستیم بریم خود صاحب خانه خواب. ما دیدیم اسیر رو گروان صاحب خانه، ساعت 8 میشد، 9 میشد، 10 11 میشد، خواب هم. گفتم دیگه مهمان نکنید. من اول شب میخوابم، صبح بیدار میشم دیگه تا ساعت 11 صبحانه ساعت 11 چه خبر است؟ برخلاف دستور، برخلاف آداب، برخلاف دستور، برخلاف قوانین فیزیک و طبیعت. ولی از اینجاست که بالاخره تا ساعت 2 بیدار میمانند، بعد یکم میخوابن. مرد خانه که میگه بره سر کار، خانم که دیگه خواب است، خودش برای خدا میره پنیر رو روی داخل نان میکنه و بیاره طرف کارخانه، اونجا چشمش خواب است، دست میره دستگاه ناخن قطع میشه، پا میره ناخنی با قطع میشه. کارگرای ما بیشتر از نصفش ناخنشون قطع، پاهایشون قطع، به خاطری که شب درست نخوابیده و صبحانه هم درست نخورده. خانم که خواب بوده دیگه، خانم به ساعت 11 از خواب بلند میشه، کارگر باید ساعت 8 سر کار بره، مجبور هستن و لذا دیگه اصلا نمیفهمه که مثلا دست قطع شد، پایم قطع شد، بس که خواب فشار میره از طرف خواب بکنه، کار میمونه، بالاخره دستگاه میچرخه. الهازا لیله قدر گفته، شب قدر، فضیلتی که در شب است در روز نیست. الهازا شبها رو دریابید. میگه مثل سگ‌ها نباشید که شب رو بیدار میمانند، همین که سحر شد دیگه میخوابه. دزدا که خوب میفهمه دیگه، دزدا فقط هنگامی که سحر شد قبل از اذان صبح بره به طرف دزدی، به خاطر که سگ‌ها دیگه خوابه دیگه. اونایی که از رژگی کوچه به طرف گوسفندا رو میآورد، فقط هنگامی که سگ‌ها خواب بود میرفتن گوسفندا میآوردن دیگه، بیدار هستن دیگه. در آداب ذکر میکنه که مثل مرغ باشید، زود بخوابید، سحری زود بیدار شد. مثل سگ‌ها نباشید که شب رو بیدار، همین که سحر شد دیگه خواب است، هنگام کافتاب دیگه سگ‌ها خواب است. اینطور نباشید. علاوه خدای عالم قرآن رو در شب قدر نازل فرمود.
این شب فضیلت دارد. معراج رسول الله الاعظم در شب اتفاق افتاد. خب همینقدر این شب ما شما رو کفایت میکنن. انشاءالله تعالی اهل قرآن و عمل احکام قرآن باشیم، معانی را بیشتر فهم کنیم، معارف قرآن را بیشتر به دست بیاریم. انشاءالله نکات و لطایف ظرافی سوره را شب‌های دیگر خدمت شما تا آخر رمضان این بحث تفسیر شب قدر را با تفسیر خواهم داشت.